سلام علیکم. سلام علیکم. پدر جان جور هستی جان جور چرا برای علاقه دی آمدی از کابل و پدر؟ برادر خان تو که پدرت نمیشناسی ما که تا کسی مانند که من پدرت نیستم تو. او پدر یک هفته میشه من پشت تو دی تاشکند میگردم حالا قصدارا پشت خانه میامد تو باز خانه را اعلامی تی خو خیر ما قرضی ها را خلاص میکردم. او پدر جان چرا برای علاقه دی تو؟ اول دوش هستی تو میشناسی پدر خدا. پدرت البته کدام قمارباز بوده کدام چیز بوده قصدار شده گریخته. ما نه پدر دستم نه قصدار دستم نه ما میگه آمدیم چند سال میشه زندگی میکنم. در کجا او پدر؟ ازبکستان هستم میمانای می خاطر ازی آمده منتظر تو میگه قصدارم هستی پدرم هستی تو بچی من میشنوه میگه که چیز است پدر ما کدام آلو بچه‌ت است نه بچه‌ت خو مستم بچه کلانت مستم صبور نشناختی با صبور هستم. روز روزگار ما در اینجا ازبکستان خراب خود کردی که بچی من بشناسه که دیگه پس زن داشته بچه داشته کسی دیگه از پدرت البته بیادر حالا دوستی و پدر قربانت شم چرا از خانه کار کردی حالا خیر اگه ننیم یک دفعه دیگه شور کرده بود یک دفعه دیگه کار کرده بودیم مزار رفتیم دفعه بیخی تو این سرحد آمدی در ازبکستان بیا که بریم اونجا کلگی ننیم تانه میته میگه بیادر این شوید کار کرده رفته ما چون خارج رفته کجا رفته. اول برم عکس پدرت پیدا که پدرت کی است مانند شاید مانند ما باشه ما پدرت نیستم و بیادر تو پدرم هستی و روزه نخریش مانده بودی امروز نکل کردی پدر بیا که بریم خیر از حال خانه بریم کاکایم کلگی بیادر غال مغالش بر آمده چرا پدرت ماندی که رفت تو برو بیادر یکان عکس پاکس پدرت بیاری اینجا بشنم من ازبکستان هستم 30 سال میشه گون بچه که میشه خبر میشه باز رفته مادرش میگه خود روزگار ما در ازبکستان خود خراب کردین همینجا آمدیم من منتظر میمانای هستم. یک هفته میشه پدر که من پشت تو میگردم در ازبکستان. This is my father going no Afghanistan going. صحیح فکر کو یک نغمه وارا میگم که پدرم از افغانستان نمیره خیر پدر جان بیا که بریم زلاقت بگیرم خیرم یا رقمه که تو میگی همه تو میکنیم نه ما میگم که نمک از کم پرتو که پدرم بیادر شکر داره فشار بالا داره دیگه بد کنه که کار کنه نمیکنه خیر از او پدر جان بریم خانه بریم ولی تو چرا کلان آدم از خانه کار کردی او پدر باشه کلان بچه هستی تو شرم نمیکنی که اول پدر خدا نمیشناسی چند سال میشه ندیدی پدرت خودت یک هفته است که تو فرار کردی او پدر از خانه ما 30 سال میشه اینجا هستم تو از کجا شدی باز بچه برم من یک زن دارم در ازبکستان است او زنم ازبکیست حالا خبر میشه تو افغانستان هم زن داشته قصدار بودی گفته خاطر روزگار ما خراب کردی سر من صحیح فکر کو بیادر چشمایت واز کو دخواستی نیست ما پشت تو در چه مشکلات قرض کردم پدر تا اینجا آمدم اگه بیخی مجبور هستی برات کمک کنیم اینجا ما دمیز زندگی میکنیم چیزی نداری تو تومت نکو سر ما بیادر قربانت جام نه ما با کمک ضرورت بیا می خودت که بری برای ما هر چیز است حال تو روز مرا گفتی که بیادر قرضی ها خلاص ما برای زن میگیرم این از خاطر ما اگه گریختی ما زن نمیگیرم بیا که بریم خانه بریم خیره خیر از اوی کمک خدایی رو ما برات میکنم اگه زن نداری ما از زن برات میگیرم لیکن ما پدرت نیستم بیادر تو کمک بگی برات کمک میکنیم نه پدر حالا ما کمک چی کنم بیا که بریم خانه بریم خیر است ما می تکت برات میگیرم و پیسه است پیشم میریم خانه میریم خیر از گل گلزار کل چیز جور میشه ما خارج هستیم حالا پلیس صدا میکنیم میگیم بچه سلامت کمک کرده بچی ما شده رئیس میگم بس خود حال تو پدرم نیستی نه بابا پدر در کجاست ما پدر خودم کیست کدام قمارباز بود البته گریخته رفته تو پدرم حالا پدر تو چند دفعه در قمارخانه را باختی دیگر ما گفتیم برو خیر است بیا که بریم خیر است یا خانم برای الوک بیادر پلیس صدا میکنم برات من میگم پشت میمانای ما آمده این بچه آمده برای پدر گفتم ما کم گرفته رئیس حال تو بچه تا دگیر پلیس میتی قدر ما پدرت نیستم ولی از خدا بریم خیر است پدر ما دست تا میگیرم خیر است من دست تا ماج میکنم مرز و خطا شده بریم پدر جان خانه بریم خانم برای الوک بیادر قند اگه پیسه مایسه ضرورت داری کدام قربان جان پدر جان نه حال پیسه است کجا کدی پدر تو خب بعد میجه زندگی من میجه ما چند سال میشه میجه اولاد دارم نه که کدام
هم دو ما بردی چی رقم پدر؟ دوگیرم نیستم، قماربازم نیستم، پدر تو هم نیستم. یا خانه مرا اعلام میکنی، اعلام کن، نمیکنی من پلیس صدا میکنم میگم باشه من تو پدر خود تو در کابل لنگی میزدی ولی اینجا چرا کلاه پیک پوشیدی و پدر؟ تو کس دیگر مانند که دی بدر قند یا خانه ما را اعلام کو اگر چند تا شاهد بخوایم که ما در کابل هم نرفتیم، پدرتم نیستم، قماربازم نیستم. حال تو در کابل نبودی پدر؟ ندیدیم کابل ندیدیم ولی از خودم از مزار هستم، من بسیار سال میشه زندگی میکنم. یا خانه مرا اعلام که بدر قند ما به خجالت میسازی پدر. حالا ظلمای کور که زیده پشت قرض آمد غال مغال که تو باز خانه را اعلامیتی؟ ولی از خدا ظلمای کیسو من کس قزار هستم. اون ظلمای کور نه بچه اجمل پودک که کده بگذد چشمش زده بود نه یک چشمش کشیده بود. ماشینم یاد نداریم بدر دیگرم یاد نداریم نه کسی ظلمایت هم میشناسم نه پدرت هستم. بریم پدر جان خیر سال اونو چیز کو مرا خانه مرا اعلام که بدر. اونو کی سال اون بچه که ما سعود مدیج زندگی میکنم صاحب اولاد هستیم زندگی ما دمیجه سی خانه ما را اعلام که روزگار ما دیگه خراب میسازی بدر خان. حالا پدر بیا که بریم تر ولد کلان آدم چرا قار کردی حالا تو خوشدک نیست دیو پدر کس خانه قار کردی. بکسام بر زن بگیرن یا خانه مرا اعلام. نه ما زن ناقیره چی کنم پدر بیا تو که بری خانه کل گپ جور میشه. اونم دختر چی را برام بگیم. دختر هر کسی بگی برات میگیرم از ازبکستان میگیرم من تا پدرت نیستم بدر بود تو اشتباه نکو. ورنام بد میسازی دیگه ما از خود آبرو داریم کار غریبی ما زمیجه می از کابل می کدام قمارباز فکر کردیم ما را کدام دو زنه فکر کردیم ما یک زن داریم بده تو نه بچی مستی نه دیگه هستیم. تو حال اولادت اعلامیتی و پدر؟ تو اولادایم در کابل غیوشتگاه برکی میمانی و پدر بخو نگاه نمیتانم یاره. کابل تا ندیدیم کی رفت. هر روز مرا میگه که پدرم چشت میگه من صبح میاد و روزی رفته نه دیگه صبح یک هفته است که تو بیادر از خانه قار کردی تر والا می کار از گدن. 30 سال پیش ما آمدم در اون وقت بخیر متولد نشده باشی شاید 30 ساله نباشی تو از کجا میشناسم تو پدر گفتم من کابل کاش کسی نمیشناختم. خیر پدر بریم مالا کل همسایان نیم قطانه میته میگه نشود نه مسئله خان نیست پدر بیا که بریم خیر در میدان ما تکت برات میگیرم اینا پیسه ما خودم پیسه تکتم دارم نمیرم در افغانستان در کابل هم نمیرم پیش ننیت هم نمیرم نه تو بچی مست نه من زن دارم میشه الهی مرا خیر من نیم چی بگویم او پدر کدام کس دیگر ما پیدا کو بگو کس دیگر مانند که البته خارج دم میمونه ما هیچ کابل نرفتیم بدر پروف بگم که او بدر ایچی رقم حساب است والله نه پدرم مرا شاید بکشم کلا مرا اعلام کرده بدر نمیره خانه نمیره از خانه قار کرده حالا اینجا که زبانم نمیفهمه که بگویم میگه خیلی برو پدرش حتما نیره آمدم برای پیدا کرده کدام مانند کردی بدر من پدر چست تو بدر نه دیگه فارسی را میفهمی بیا یک دفعه تو چی بالاسی دیوانه است چی بالاسی بچه بیا یک دفعه جور هستی بخیر جان دیوانه است کدام دیوانه خانه بود چیز بستر کنیم پدر گفتم من محکم گرفته ولی از خودم من پدر نمی یک هفته پیش پدرم از بیادر دم خانه قمار باخته بود 2 تاولی را باخته بیادر شوالی کپ ظلمای کور پشت قرض می آمد غال مغال میکردی از خانه قار کرده آمده حال اینجا میگه قصدارا مرا آرام نمیمانه پدرم ازی ما بچه کلانش است خراب نیست شما دیگه سه تکله بچه سینکاش چیز که کس مانند کرده مال از کابل قرض کردم وام کردم آمدم پشت ازی حالی قار کرده میگه چرا نه دیگه شور کرده بیادر من خود فشار بالا داره اول دفعه دیده رسیم بیادر تو ما تناقض چی بالا چطوری حالا خیلی میگه که نه دیگه شور کرده من نمیفهم دیگه کی گفته که نه نیشش دیدم نه نیشه میشه نه خودش حالی میگه اون بچه ما قید بیادر نداره مو بیادر آمده خانم مرا گرفته پدر چون سادم حالا اولاد من میشنه بچه من میشناسه روزگار من چه خراب میکنه امیر بگو خیر بیادر یک گذر کو بگو بیا که بریم خانه حالا برین کجا اگر واقعا بچت میشه برین خودش بشینن نل کنن در اینجا مجبور ببرم میره در چیز طب عدلی ببرم که خونه زیر معاینه کنه ولی از خود ما یک زن دارم اون اولادایم است یا خانم مرا اعلام کو بگو بیادر کمک میره ببر دیوانه چی باشه صدا میکنه میبره خانه میبره من قمارباز هستم نه در کابل خانه دارم نه در کابل دیدم بده او پدر بگو تو افغانی هستی درست است؟ افغان هستم شکر از مزار هستم 30 سال میشه زندگی میکنم ننیه زیر من ندیدیم
در کابل و بدر پدرم موشه قمار با غال مغال بر آمد. من گفتم چی گپ است؟ میشنم خود خفه شد. چی فکر کرد میگه که پدرم دیگه زنم داشته گفته رفته مادرش میگه روزگار ما رو دیگه خراب میکنه. خیر میره گذر کو بگو بیا که بریم بدر رو. جان خیر است برین قدش گپ حل کنین مشکل حل کنین یک جای دیگه برین. چی گپ است؟ من میمان دارم منتظر میمانم هستم. منتظر میمان تصدیق حتما میشناسه دیگه پدرش است دیگه خیلی چی رقم یعنی مرا چرا محکم نگیره چی میکنی چی وجه که طرفداری مرا بکنه. البته پدرش برود داشته دیگه در برود ما آمد پیش تو نرفت پیش ما آمد. تو کمک گیره تو چی میکنی؟ ما کمک چی رقم کمک کنم کجا چی بالاست یا کتیزی شریک است؟ نه مسئله شریک نیستم پدر. حالا ما گفتیم زبانم میفهمه بیا بگو میره و بدر. بیا تو یک دفعه بدر میره. یک دفعه حضور کو خیر است میره بره. خب بگی تو ببر من چرا ببرم مرا از شما صدا کده نو بدر. از برای خودم خانه اولاد دارم دیگه ایره من کجا ببرم کته بچه از پدر گفته ما کم گرفتیم. یک دفعه دیگه من نمیتونم بیادر برنج پلوی را شوله کده بود بیادر پدرم قار کرد نصف شب رفت خانه کاکای میشن. یالا شما مرا صدا کردی میگه قار کردی تو میگی نکرده پدرش قار کرده دیگه من چیکنم؟ یک هفته از ما سرگردان پشت پدرم اله اینجا دیدمش امروز ما چیم که چی میگی؟ پدر خدا نمیشناسی. خیره بریم پدر. یالا خیر است برو ولی من نمیشناسم با پدر. خب من خواستم یالا چی بکنم چی کمک کنم؟ یالا نمیشناسم چی نکنه؟ این پدرم از او بدر چی میگی تو والا ما دور خواستم که پدرم راضی کو که بیادر. مغال میکنه اینجا کل خلق سال میکنه بدر. اینجا کل ما رو آوازار میکنه کل جمع میشه سرمای دیوانه بودم میگه بچه ازی میگه کاش که بچه داشته باشم کلون بچه ما شکر جشته. تو صدا کامو بچه را تو یک دفعه. میشنم خبر میشه رفته مادرش میگه روزگار مرد ازبکستان خراب میکنه و بیادر. بس میمان دارم پیش میمانم آمد. نه بیادر اگه واقعا نمیشناسی راست میگه بچه‌ش اگه خبر شود که دیگه زن داره باز دیگه. نه حالا میره تو همی پدرم بگو همی قصدار کس کشته میتونه نمیتونه تو میگی ندارم بیادر بگی بکش بس میگه حالا اونجا موقع بشر است برو بیادر مشکل تل کن. حالا من میگم پلیس صدا میکنم خواهد بردم باز یه بچه در دیوانه تو بچه تا در پلیس میتی کاکا تر والا بچه ندارم الهی ما که برای خود چی بالا بودیم ما در میدان آمدیم. بریم پدر جان خیر از خانه بریم. برو خیر از قدش برو یک تا جا برو. نیست کسی میشره و دوستای من میبینم میگه تو واقعا بچه داشت چی بالا بودی زنه گریخت آمده قمارباز بودی گفتن مرا نامبد میشد ازبکستان. ببری دیوانه که ولی از اوقات کمک کنی. حالا ما ایرا میگم که تو را راضی کنه که بریم خانه و پدر. اندوالای من اینجاست که من نمیشناسم بیادر. میفهمی سلام چی گپ سلام علیکم. سلام علیکم. لالا جور استی بخیر صد خوب خیر جان جور. ما بیادر رفتم شما مشکل تا حل کنین ولی ما بدر اینی پدر بود یک هفته پیش قمارا را باخته بود از حالا قار کرده اینجا آمده ازبکستان حالا دلیب در سر خود میزله که پدرت گم شد پدرت رفت. ما اینجا پای میره بگو که برا خیره و بدر یک کمک کنین حالا دارم در کابل دیدم 30 سال پیش که ما آمدیم از مسائل میکنیم علاقه بود یک هفته از پارک خو کده میرم پشت پدرم این امروز پیدا کده میره خیره بیادر میره بگو که برا کدیم کمک دیوانه چی بالا سیره پلیس صدا کردن دیوانه خانه ببر این پدرم از حال خانه نمیره برو خیلی که کاکا خانه دیگه خود روخ نمیه کلان این کته بچه چی بالا دیوانه سیدی نه چرا دیوانه باشم پدر جور تیار آدم هستم خیره بیادرم میره بگو آه نمی پدرم هست از گیر قصدارا گریخته میمانه چیوری ما بخو برود ندارم برود دارم از دست قصدارا گریخته یک دو اولی داشتیم او را هم در قمار باخت یک اولی دیگر بیادر او روز نیمه باخته بود آخر پس اون نفر او رو زاری کردیم که ما در زمستان در کجا بیشینیم بابا شرم نمیکنم من قصدار هستم نه قمارباز هستم نه چرسی هستم من در ازبکستان زندگی میکنم 30 سال عمر ما در اینجا تیر شد تا آمدی از کابل بجا پدرم هستم حالا اینی بیادرم هرچی میگم که تو یک زاری کنه در گپ ما خونم ایجی او پدر او مسلمانای چی حال است که جواله که کسد های ما بشنوه پدرم خانه نمیره و ایران بانده بین شما دیگه ما بیادر دیوانه چی یا هم کلان بچه است اگه سن خواره و چیز سعی کنیم نه خواره نه جور تیار هستم او بیادر او مسلمان ها پدرم مرا اعلا کده از خانه قار کده نمیره خانه کل مردم سهل داره ولی از خدا ایره بابا ما رو نامبد خواهد ساخت
چی رقم کنیم او بیادر؟ از آقا کمک بیادر یا خانه برای اعلا کنیم میمانای ما برو بیادر برو بینده بینتان مردم میشه چی میگه همی کاکو همی پدرم بگو کاکا چرا تو قمار میزدی تو می پدرم بگو کاکا تو چرا قمار زدی که خدا بدبخت کردی این حال بیادر لیاز قمار چی است من نمیفهم قمار چی است و چه است قطع زدی نه یک قطع باز هستم نه قمار باز هستم بیادر من اصولی انسان هستم زندگی میکنم ولی یا ما آدم خوب است که پدرم خوب آدم است خو یگان دفعه شق میکنه خو که ننیم هم یگان رو جنگ میکرد بسیار آدم خوب است خیر خودت آماده بچه خوب استی تو برو بشیش فکر کن اگر کسی دیگه میشه که مانند ما باشه برود داشته باشه برود بکار است ما سایش حال چطور کنیم او بیادر این پدرم از قار کده دو پای یک موزه کده میگه من نمیرم این اینجا دیگه زن میگیرم سر پدرم چه قال مغال انداخته گفت حالا کلگی رفته خاطی مادر شه گفت ما مزمی خاطر میگم نه اگر نه پدرم پشت کده میبردم ما یک دفعه مریض بود در پشتم بردم شاین تا پیش دکتر والا من چی بگویم کاکا ما خورا رو بودم گفتم باید صدا ما را بیادر نگو پدر ما بچه هستم نه پدر داری نه دیگه داری من پدر نیستم پدر تو پیدا کنی مردکر صدا نکن خود کدام چیز کرد یا خطرناک است کالا کدام تا نزنیم میزنید میگه شارت میسازه خب برای بشنو سیلای ما کو بیاده یا نه تو پدرم نیستی دیگه چی میکنی خیلی اینجا آمدی در این میدان آمدیم میمانه قربانت بخیر باشی دیگه موضوع پدر و بچه است دیگه خیر است خودت یک حساب است من دارم صبر کن میمانای من باز میفهمی که ما دیگه منتظر میمان هستیم میمان هستم بده پیمام دیگه از افغانستان پدر جان آمدیم به خاطر ثبت برنامه و اونم اونجا کمره مخفی بود امروز شوخی داشتیم قربانت شم سلام بخیر باشی یک دست تا بالا کو یک سلام هم تقدیم کو یک سلام هم تقدیم کو برای کسایی که خودت میبینه یک سلام برای تمام افغان سلام برای کل دوستایی که اینجا آمدن در میدان حتما منتظر میمان هستن بله بیادر ما مرا بسیار ترساند و خطا ساخت این کار اولین دفعه بود تو اومد سر ما آمد ایران مانده کالی اینجا زن داره بیادر که دست پای ما سستی کرده مثال میمان ما چی رقم ملاقات بکنم خطای ما کرد برای کل احترامات تقدیم بکنیم سلامت باشی به ازبکستان خوش آمدین با عزت باش سلامت قربانت بخیر دوستای عزیزی بود یکی از کمرای مخفی دیگه ما بالا یکی از هموطنای ما که ساکن همینجا بودن 30 سال می شد که همینجا 30 سال می شد که بیادر همینجا چی میکرد زندگی میکرد و خواستیم که یک لحظه امروز شوخی را انجام بدیم امیدوار هستیم که از این برنامه هم لذت برده باشین ما منتظر هستیم دیگه هنوز افغانای ما از ترمینال نبر آمدن ای که براین انشاءالله بعض برنامه دیگر هم خدمت شما تقدیم خواهد کردیم تا دیدار دوباره الله حافظتان